خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمس‌الدین و سید اکرم رجب‌علی زاده 4 مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می‌دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حدی زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند. روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت؟ اگر ما مراجعت کنیم لازم دانند شاید مرافعه وقت وای است آزاد است، شاید در شرطی که اگر در اونجا حضور داشته باشیم. مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.